در این ویدیو میریم سراغ بیوگرافی و کنسرت تکیه بر باد داریوش. پس با من همراه باشین. به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیز ترینم، آسمون ها زیر پامه اگه با تو رو زمینم. به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی، به خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی. من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، این دیگه یه التماسه، من میخوام بیای بمونی. من و تو شدی کسی وقتی تکیمون به باده، بد و خوب زندگی منو دست گریه داده. ای عزیز هم قبیله، با تو از یه سرزمینم تا به فردای دوباره با تو هم قسم ترینم. من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، این دیگه یه التماسه، من میخوام بیای بمونی. بد و خوبمون یکی، دست تو تو دست من بود، خواهش هر نفسم با تو هم صدا شدن بود، با تو هم قصه دردم هم صدا تر از همیشه، دوتا هم خونه قدیمی از یه خاکی مای ریشه. من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، این دیگه یه التماسه، من میخوام بیای بمونی. من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، این دیگه یه التماسه، من میخوام بیای بمونی. داریوش اقبالی متولد 15 بهمن 1329 در تهران به دنیا آمد و دوران کودکی او در میانه و کرج گذشت. پدرش محمود اقبالی اهل شهرستان میانه آذربایجان شرقی و املاکدار بود. داریوش اولین بار در سن 9 سالگی
در جشنی در مدرسه‌اش در شهر آرا به روی صحنه رفت. او فارغ التحصیل مقطع دیپلم است. دوران دبیرستان را در دبیرستان‌های همچون فارابی، کرج، رازی و دبیرستان آزادگان تهران پارس گذراند. اولین بار در سال 38 وقتی 9 ساله بود خواندن را از جشنی در مدرسه شروع کرد تا اینکه در راهنمایی و دبیرستان در همایش‌های مدرسه می‌خواند. داریوش در سال 1349 با حسن خیاطباشی کارمند رادیو و تلویزیون ملی ایران آشنا شد و همین آشنایی موجب ورود رسمی داریوش به موسیقی حرفه‌ای شد. در همین سال او در سن 19 سالگی با ترانه به من نگو دوست دارم به شهرت رسید. اولین ترانه مستقل او با نام نوست پیمان با شعری از رها و موسیقی خودش می باشد. او سابقه همکاری با شماری از چهره‌های سرشناس ایران مانند منوچهر چشم‌آذر، بابک افشار و آندرانیک آساتوریان را داشت. گفته شده زنی به نام مریم که شیفته داریوش بود و به خاطر او از همسر و فرزندانش جدا شده بود. از داریوش تقاضای ازدواج میکنه ولی داریوش تقاضاشو رد میکنه. ازدواج اول داریوش با زنی به نام ووجی بوده. مدتی هم رابطه‌ای بین داریوش و گوگوش شکل میگیره. داریوش و گوگوش به مدت 1 سال با هم در رابطه عاشقانه بودند. داریوش پس از خروج از کشور برای بار دوم ازدواج میکنه و سالها به همراه همسرش فیروزه و دخترش بیتا در کالیفرنیا زندگی میکنه. بعد از جدایی او در سال 2003 در پاریس دوباره ازدواج میکنه و ونوس همسر سوم داریوش هست و میلاد فرزند دومشونه. داریوش همکنون ساکن لس آنجلس در ایالات متحده آمریکاست. داریوش پس از سالها اعتیاد در سال 1379 تصمیم به ترک گرفت. ترانه معجزه خاموش اشاره‌ای به همین نقطه عطف در زندگی اوست. با همکاری 2 پزشک بنیادی به نام آینه تأسیس کرد تا به یاری معتادان بره. گفته میشه از زمان تأسیس تا کنون نزدیک 40,000 نفر ترک اعتیاد کردند. او در مصاحبه‌ای گفته من در سال 2000 پس از سالها تلاش سرانجام توانستم با استفاده از روش‌های صحیح و حمایت دوستان و خیرخواهان پاکی خودم رو از چنگال اعتیاد به دست بیارم. داریوش گفت بعد از خروج از کشور 2 سالی در انگلیس زبان خوندم و تحصیل کردم و همونجا بود که با ایرج جنت عطایی و بابک بیات آلبوم وطن پرنده‌ای در خون تهیه کردیم. بعد از آن به دعوت مرکزی به لس آنجلس اومدیم و مقیم آمریکا شدیم. برای مدتی هم در فرانسه زندگی کردم. خب دوستان عزیزم، اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفا ما رو لایک کنید و اینکه آیا حواشی و بیوگرافی دیگه‌ای در مورد داریوش میدونید؟ او گفته کودکی تاریکی داشتم، فرزند طلاق بودم، دچار سردرگمی، 2 برادر من به دلیل اعتیاد فوت کردند. در تنهایی و انزوا صدا و آواز برایم شد مرهم زخمهایم. داریوش هرگز با عقاید تحمیلی به اجتماع خود سازگار نبود. این موضوع سبب شد تا ترانه‌های او در رابطه با عشق، صلح، آزادی و عدالت سروده بشه. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودی.